امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 می علاوه‌ها به قانون درباره حرکت در راه را امضا گذاشت. بر اساس تغییرات وارد شده برای تشکیل پایگاه غیرقانونی در راههای کشور و هم آنهایی که ماشین خود را برای پایگاه دادند مجازات سنگین جاری می شود. این مجازات جریمه در حجم از 12.5 تا 15,000 سامانی است. همزمان راننده و صاحب ماشین به مهلت 2 سال از حق رانندگی محروم می شوند. برای تکرار این حالت 20,000 سامانی جریمه پیش بینی می شود. تغییرات به قانون بعد آن شدیدتر شد که موضوع نقض قاعده های حرکت در راه یکی از مسائل مورد نگرانی گردید. پرزیدنت رحمان نیز در دوام چند سال اخیر از والدان و مقامات تقاضا کرده است که به مسئله آداب حرکت در راه توجه کنند تا از قانون شکنی و فاجعه ها جلوگیری شود. تاکید مخصوص پرزیدنت به منصبداران هم بود که فرزندان خود را در این زمینه نظارت کنند. در یک سخنرانی سال 2017 پرزیدنت گفت از سال 2010 تا نیم ساله اولی سال 2017 در تاجیکستان بیش از 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داده، در نتیجه تقریبا 3300 نفر به هلاکت رسیدند.